درود به تاجیکستان، درود به همه رفیقای گلم تاجیکستان با فرهنگ، تاجیکستان زیبا با اصالت. رفیقای گلم چطورین بچه‌ها؟ سلام به همه کسایی که تا حالا حمایتمون کردن با لایک و کامنت و سابسکرایب و پیام‌های قشنگشون توی کامنت ها توی اینستاگرام که به من پیام میدین، رویمون رو میبریم بالا، لینک میفرستین که ما از خواننده‌ای که دوستشون داریم ریاکشن بریم. بچه‌ها خیلی لینک میفرستم، میگم آقا ریاکشن برو ریاکشن برو، و ما هم ریاکشنش رو تا به امروز رفتیم. فکر کنم 149مین ویدیوه که داریم به موسیقی تاجیکستان ریاکشن میریم. و پدرم قراره واسهتون یه شعر بخونه، اسمش آغاز زندگیه و با این شعر ویدیومون رو آغاز میکنیم. با درود به شما خوبان تاجیکستان. درد این دل را برای چه کسی باز کنم؟ این دلم را با کدامین نغمه‌ای ساز کنم؟ در فراغت این دلم چون شمع می سوزد به غم، لحظه ها را می شمارم پیش تو ناز کنم. رفته ای از این دیارم بی تو تنها ماندم، از تو خواهم یک نشانی تا که پرواز کنم. ماندم من در غروب بی کسی در انزوا، تا که آیی غربتم را با تو دمساز کنم. گر خطا کرده دلم در عاشقی شرمنده‌ام، گر خطا کرده دلم در عاشقی شرمنده‌ام، تو کرم کن زندگی را با تو آغاز کن. اینم از شعر و بریم سراغ قسمت دوم برنامه امیره، اونم که ریاکشن به موسیقی هستش. خب آماده این؟ ببینم چی آوردی. مارک برو. چیز خیلی خوب. بچه‌ها تا لایک رو میکوبین، کامنت رو میذارید، اگه ساب ندارین سابسکرایب میکنید. تاجیکستان، اتحاد فارسی زبانا و بپیش. من فکر کردم کادو واسش خریده ولی دیدم نه، مادره. برال عصبانی روز نیم روز شده حالیم نمیخواد. دوباره ببینی. وای چقدر ترسناک بود، خواب بود. ببین میدونی چی بود؟ من اول فکر کردم اون مادر که اومد قرار همدیگه رو بغل کنن، ولی نه، داشت سرش داد میزد. ببینید روز نیم روز شده حالیم نمیخواد. دیدی؟ اینجا چقدر جوون بود قانون نگینا، چون ما اون موسیقی که ریاکشن رفتیم یکم جدیدتر بود، ولی فکر کنم این موزیک ویدیو که داریم ریاکشن میدیم خیلی قدیمی تر باشه. آره بابا خیلی جوون تره اینجا، حداقل فکر کنم این موزیک ویدیو واسه 20 سال پیشه. وقتی مرا هم سفرم چمزی علمهای دلو بخبرم، سدیالا و صحرا در میان افتادم. من میخوام به شعر دقت کنم، واسه همین دارم عقب میزنم. داره راجبش میخونه، چون تو تصاویرم اول مادره بود، بچه بود، من فکر کنم هرچی هست به یه موضوع خانوادگی ربطی داره. بریم ببینیم. سدیالا و صحرا در میان افتادم، این زنده جدایی آچه جان دردی سرم. ایش بهت بگم جانم، تا اینجاش من خیلی دارم به خودم فشار میارم و اینا. سر پیاله افتاد، اگر گوش کردی اینجاش، اینجا نگاه.
سر میال به صحرا می افتادم. این جمله شو من احساس میکنم که یه دیدی مثلا تو زبان مثلا گیلکی یه چیزی میگی که یه معنی میده، احساس میکنم اینم یه معنی خاصی میده چون با یه غم خاصی داره میخونه. خب دو بارم تکرارش کرده. بچه ما واقعا متوجه نشدیم اینجا، خودتون کامنت گوشین جایی که متوجه نشدیم بپرسین. بچه من میشه اینو کامنت کنین واسه ما حتما که معنیش چیه، واسه من خیلی مهمه. دمتون گرم. این زنده جدایی آچجان دردی سرای ای چرخی فلک همیشه تابم دادی وای از اولی زندگی عذابم دادی. همون جایی هم که میگه از اول زندگی چرخ و فلک، از اول زندگی هم که میگه عذابم دادی، اگه دقت کنی اینجا چهره اون مادره هست. فکر کنم این مادر اون پسره هست که میشه مادر شوهرش و اینا هم تو اون خونه دارن زندگی میکنن. اینجا داره انگور میخوره، نشونه برای اینکه پادشاهیه و نشسته گوشه فقط امر و نهی میکنه. و اینجا هم که میره جلوتر یه خورده این هم داره کار میکنه، داره عذاب میبینه که میگه از اول زندگی عذابم دادی، بعدش هم که میگه چرخ و فلک. یا میبینی؟ ای چرخی فلک همیشه تابم دادی وای از اولی زندگی عذابم دادی. درست بچه ها همچین تعبیری بود که من گفتم همین بوده. بابا تو چقدر میگن درصد چند درصد؟ همین. ما میگیم این جوری که داریم تا نصف ویدیو رو دیدیم. بچه شما هم اگه همین بود بگین، اگه یه چیز دیگه بودم که خطا کردیم بگید چی بوده داستان دیگه. یعنی کسی میخواست آب بخوره جلوش من دیدم. خب چرا؟ عروسی. بابا ول کن. چون عروسه یا چون هر چیز دیگه بعد عذاب بدی بهش؟ نه خب نباید این کار بشه. بذار ببینیم تا آخرش میشه. حملی بیگانه شوید میکارم بیمار شدم از علمی بسیارم کو دوستی عزیز کی با آچم میبرد. میگم کارگردانش هر کی که بوده خیلی خوب صحنه ها رو چیده. آره میدونی چرا؟ چون توی صحرا تنها مونده و بعد توی اون تنهایی داره میگه من بیمار شدم از این کارهایی که کردی. آوازه زندگانی دشوارم کو دوستی عزیز کی به آچم میبرد. آوازه زندگانی دشوارم ای چه متوجه شدی؟ شعرم که آغاز زندگی بود با این الان آره الان متوجه شدم. این دومی بود. یکی هم بود سیگار. نمیدونم کدوم خواننده بود که اولش چیز سفر محمد بود فکر کنم. تکرار میکرد سیگار. آره با اون یکی شده بود. اینم آغاز زندگی. از آغاز زندگی جالب شد. عجیبه. فلک همیشه تابم دادی وای از اولی زندگی عذابم دادی. مصرع اول شعر تو بخون. در این دل را برای چه کسی باز کنم. خب ولش کن دیگه. همینجا بانو نگینا داره باز میکنه. آره همه البته یه بخشی از درد دل. اینجا داره نون میخوره، یعنی برمیداره این خلوتی دزدگی ما به بچه‌ش یعنی نوشه داره میده.
اونجا داشت اینکه همونجاشه. من یه قسمت تازه کشف کردم اونجا که گفتم داره انگور میخوره، امر عجین نشونه امر داره جلو بچه انگور میخوره. بچه چی؟ هیچی من بگم با چی میگن وقتی که کاملا کامل با نمیدونم بچه‌ها، من کاملا رو حرفم هستم. اینجور افراد لایق احترام نیستن. جدی نگیر. نه من ببین همه چی تو زندگی جدی میگیرم. این چقدر این شخص وقتی خدا رو ظلم میبینه بعد رو ظلمش همینجوری ستم ببینه، این داره به خودش الان بی‌احترامی. درسته این موزیک ویدیوه، میدونم، آره این موزیک ویدیوه. فرض کن تو زندگی تو یه جایی موندی داره به ستم دیده میشه، ستم میبینی، خب جاتو عوض کن و اون شخص هم قابل احترام نیست. درسته احترام داره، هر بزرگتری احترام داره، خب ولی تا لحظه ای که یه خورده حداقل احترام بذاره وسط، داره بهش نون نمیده، آب از دهنش کشید بیرون ریخت. من نمیگم بزن زیر گوشش یا مثلا بهش فوش بده، نه خب بزرگتره، حالا هر چی هست حداقل میتونی بری یه جای دیگه، میتونی بری. نظر من اینه جایی که اذیت داری میشه حداقل نمون. نه نمیخوای دیگه به جایی برسی بی‌احترامی بشه دیگه، حداقل نمون اونجا دیگه، نه اذیت میشی نه تو بی‌احترامی کردی. منظور من از اینه که لایق احترام نیستن، دقیقاً همینه. میگه دیل بی دیل را داره، بی‌وفایی نکن، دنیا ارزش نره، خود نمایی نکن. همینه دیگه. من خورده زود جوش از علمی بسیارم کو دوستی عزیز کی با چم میبرد آواز عزیز. اون دوستی عزیز بهر چی میبرد؟ بچه بگین اینجا. زندگانی دشوارم از آغاز زندگانی دشوار. دوستی عزیز چم میبرد آواز زندگانی دشوارم. اصلا خورد نشده دارم میبینم دیگه. بریم امیر. نمیخوام برگردم بذار ادامهش میگم. ای چرخی دستشو ببین. فلک همیشه تابم دادی وای از اول زندگی عذابم دادی. ای چرخی فلک همیشه گفته که چرخ فلک خرابیت کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه. چرخ فلک همیشه داشته اینا رو. زیر پلک چپت چرا اینجوری پشتم زد؟ ها؟ نمیدونم به حساسیت باشه. تابم دادی وای از اول زندگی عذابم دادی. از اول زندگی عذابم دادی. ناراحت کننده بود. قطعش کنم اینا. یه چیزی من بگم، اون داستان اینه که دوباره گیر کرد. چقدر قشنگ خون، چقدر احساس رو قشنگ تونست منتقل کنه. همین که گفتم اعصابم به هم ریخت. هم کارگردان تونست ببین یه چیز خوب هست یه چیز بد. جفتش اگه بتونه کارگردان یا بازیگر یا خواننده منتقل کنه یعنی خیلی حرفه‌ای بود. بله. و این خیلی حرفه‌ای بود. همین کسایی که لینک میفرستن گرم، الخصوص این چیزی که ما امروز دیدیم. الان هم که تو پارت سوم برنامه هستیم، پارت خدافزی که دوست نداریم اتفاق بیفته ولی مجبوریم. همین که هستین ما خیلی خوشحالیم دیگه. همین من حرفی ندارم. با حرفی داری؟ چی؟ اون واسه ویدیوی اون تو ویدیوی بعدیه. این تو این ویدیو. نه این اتفاقا این ترانه منم ناراحت کرد، خیلی ناراحت کرد.
هر حال هست. روزگار بین مادر شوهر عروس نباید این چیزا باشه. بعضی موقع میبینی که هست. چون هست امیر جان ناراحت کننده. آن که ترانه بود درست کرده بودن منم ناراحت شدم. بریم آقا. تاجیکستان، اتحاد فارسی زبان و فارسی زبانه سر تا سر دنیا به پیش.